تناقضات آیت الله قزوینی. آیت الله قزوینی میگوید ائمه علم غیب میدانند و امام رضا قبل از تولد من میدانست چه ساعت و چه دقیقه و چه ثانیه‌ای از او حاجت میخواهم. و این که گفتن آیا ائمه علیهم السلام از حاجات ما اطلاع دارن یا ندارن، عزیزم اگر نظر شیعه را میخواهید، نظر بنده را میخواهید، بله ائمه علیهم السلام، آقا امام رضا که من امروز بخوام برم حرمشون از حضرت حاجت بخواهم، نه تنها الان حاجت منو میداند، بلکه قبل از آن که من به دنیا بیام، قبل از خلقت من، امام رضا میداند که من روز فلان، ساعت فلان، دقیقه فلان به حرم او میروم و این حاجت را از او خواهم خواست. به اذن الله تبارک و تعالی ائمه علیهم السلام از آنچه که بر قلوب مردم به ویژه شیعیان میگذرد آگاهی دارند. اما شگفت انگیز است که آیت الله قزوینی که ادعا می کند ائمه علم غیب می‌دانند میگوید فرماندهان و یاران ائمه به آنها خیانت می‌کردند. معصوم اگر در رأس حکومت هست فقط مسئول کار خیش هست. این همه امیرالمومنین افرادی رو نصب کرد و اینها خیانت کردن. خود آقا امام سجاد سلام الله علیه، امام حسن مجتبی، امام معصوم، این همه تا فرماندهانشون خیانت کردن. اینا نمیدونم اصلا مثل این که از اسلام رو، تاریخ اسلام و معارف اسلامی رو خبر نداره. جناب آیت الله قزوینی، چنان که همه میدانند این واقعیت به تواتر ثابت شده که متاسفانه مذهب شیعه پر از دروغ و تناقض است و علمای شیعه جز دروغ پردازی و تناقضگویی مشغله دیگری ندارند. اما از شما انتظار نمی رفت که با این همه ادعای گزاف مبنی بر بحث و تحقیق علمی با دروغ و تناقضگویی مردم را سرگرم کنید. کاش شما خود را ملوث نمی کردید. اما گویا این از خصوصیات مذهب شماست و شما هم حرف دیگری برای گفتن ندارید. شما در اینجا ادعا می‌کنید ائمه علم غیب می‌دانند و امام رضا قبل از ولادت شما می‌دانسته چه ساعت و چه دقیقه و چه ثانیه‌ای از او حاجت می‌خواهید. چگونه در جای دیگر می‌گویید ائمه فرماندهانی را تعیین می‌نمودند اما فرماندهانشان به آنها خیانت می‌کردند؟ مگر ائمه که به ادعای شما قبل از ولادت شما از احوالتان باخبر هستند نمی‌دانستند که فرماندهانی که تعیین می‌کنند خیانتکار و جنایتکار از آب در می‌آیند؟ و یا این که می‌دانستند و با وجود این پست‌ها و منصب‌های بزرگی را به آنها می‌دادند؟ آدم دروغگو کم حافظه هم هست. آدم دروغگو کم حافظه هم هست. آدم دروغگو کم حافظه هم هست. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بگو من برای خودم مالک هیچ نفع و ضرری نیستم مگر آنچه الله بخواهد و اگر غیب می دانستم سود بسیاری برای خودم فراهم می ساختم و هیچ زیانی به من نمی رسید. من برای مؤمنان تنها هشدار دهنده و مژده رسانم.